برای باز کردن در این سردخونه حتما باید از دستکش استفاده کنین، چون دستتون در حالت عادی به جسم منفی 90 درجه بخوره اصلا چیز جالبی توش در نمیاد. به تیغ موکت بری هم نمیشه پوست دست جدا کنیم. که مهندس روی پایین‌ترین درجهش منفی 86 تنظیمش کرده. این ساید یا اون یخچال دوال استیجی که دو کمپرسور جداگانه داره. کمپرسور اولی با گاز R290 کار میکنه، دومی با گاز R170. وزن جفت گاز هم 150 گرم داخل سیستم. گاز R290 یکم مرسوم‌تر ولی 170 نه زیاد. حالا ما صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه. دو تا میوه هم داخلش گذاشتیم. اصلا مثل سنگ شده، مثل توپ تنیس. سیرم ببینید اصلا اوه ترکید، اصلا صدای شیشه میده. من بیارم جلوی دوربین